وقتی شخص زیارت رفت قبرستون همین شامی شبی جمعه سر می شود روز پنجشنبه به جمعه همین شام وقت شما می شود تا دمیدن صبح صادق سحر شنبه را یعنی که دو شبه یک روز آزادن ارواح بیشترش در محوطه قبرن میگه وقتی که میروه همون مرده ها میشناسن فرزندی فلانی میگن پدر از زیارت اومده است برای سعی کردن در یک هفته یک بار امکانش باشه نزدیک بیگه نمیتونی روز برای روز جمعه ای همین دمیدن شامی روزی پنجشنبه که جمعه میدرویه ای جمعه دو شب و یک روز ای تو دمیدن صبح صادق سحر شنبه را شب پنجشنبه به جمعه روزی جمعه شب جمعه به شنبه این همین مدت اگر این شلو رفتی آگاه میشوند خبردار میشوند خرسند میشوند همین روز جمعه نمیشه بهترین ای همه بهترینش همون جمعه یوخی مثلا را گفته یک شیخ همین ابن قیم روایت میکنه یک کتابی داره با نام الروح عجیبش همین که همین خونه سوخته همین سلفی همین کتاب میکنه نخوندیان این پیرشون حساب میخوره اگر همین را میخوندن این دیوانگی نمیکردن ابلهو در اوجه این همین قرائت قرآن در سر قبر مستحب بدن نشد این همین شناختن و مقصد این همین چیزا رو صراحتا با دلیل حجت این مرده کن یا جمعه چی کارش میبره اگه رفته نمیتونه شب در خوبش مادرش هم میبینه مادر گیله میکنه که بچه‌ام من منتظر برم اومدی بعد همون خوب میگه که مادر جان شما اومدن من خبردار میشی میگه بچه‌ام همین قبرستون همین شهر یک کپرک جدا میکرده است میگه ای بالای همون کپرک شاید در روز 1000 نفر بگذره من صدای شلفه پایتر از بیان همین مردم میفهمم خطا شناختن اوسو بیسته خشو به قولی کسی که میره زیارت میکنه و قرآن تلاوت میکنه الحمدلله گمان میکنه مسلمان نیست که لااقل سوره اخلاص ندونه همین 3 بار سوره اخلاص از صدقا بخون انشالله خودش یک ختم قرآن میشه ثواب یک ختم قرآن میشه با روح میبخشی با خدا قسم برای اون میت عظمی دنیا و تمام نوش نعمت دنیا را بالاتر حضرت در حدیثی که هر بار که از ابن عباس روایت میکنن میگه که مال میت فی القبر الا کالغریق فی الماء میت در داخل قبر مثل شخصی هست که در آب افتیده است و غرق شده است همین در تلوسه جانکنی منتظری است که یک از دستش بگیره یکون بند پرتویا بکپر ینتظر دعوه میت که منتظر قپیدن دست نیست منتظر یک کف دعای ینتظر دعوه تلحقه من اب او او اخ او صدیق همین از یکون دوستش براش یکون کس دعا کنه فاذا لحقته كانت احب الیه من الدنیا و ما فیها وقتی که همین دعا را میکنه همون فرزند دوست برای میت میگه از همین دنیا و تمام نوش نعمت دنیا بالا وی دنیا چیه خودش آخی هیچ مرده نیست پر حسرت زی مرگ حسرتش زان است کشکم بود برگ یگان مرده از مرگ پشیمانی ندارد ندامت ندارد مؤمن باشه اگر فقط همین ندامت و پشیمانی در چیه توشه کمتره گرفتم امکان بیشتر داشتم همون امکانات استفاده نبودم ورنه از چاه به صحرا افتاد در میان دولت عیشی گشاد زین مقام ماتم ننگین مناخ نقل افتادش به صحرای فراخ نباشه اوخی این دنیا را به عرصه قیامت مقایسه کرده میشه در مقایسه نمیگنجه یا دنیای پری چنگ خاک اینمی کسلی و ویروس و وبا اوخی آدم مؤمن رها میشه و همین مثل که طفل اشکم مادر میبرویه گریه کرده و دنیای روشن ندید بعد آرام میگیره آن هم خیلی آرام راحت میشه و اوخی منزل صدقی نه ایوان دروغ باده خاصه نه مستی ایزی دوغ میگه و این الله عز وجل لیدخل علی اهل القبور من دعای اهل الارض امثال الجبال الله ذوالجلال و الاکرام از همین دعاها و ختم قرآن و خیر و احسانات خاطر الله کردیم که بخشیدیم خدای تعالی میبره میرسونش و این هدیت الاحیاء الى الاموات الدعاء والاستغفار لهم به شک شبهه
هدیه زنده ها از برای همون مرده ها این همی دعا و طلب استغفار در حقشان زیاد دعا کردن در کار. همین شب پیش ای خوب 3 بار سوره اخلاص بخونید. قبل اخلاص سوره فاتحه الحمد، 3 بار سوره اخلاص، فلق، ناس اوخی یا ختم قرآن شید. همگی همین 5-10 دقیقه وقت میگیره. در حقشان دعا کنی انشالله. هم خودت برکت میبینی، هم روح اونو بولیده میشه و در حق دعای خیر میکنن در اون عالم برزخ. هم انشالله فایده و منفعت برای فرزندو میبینی. کما تدین و تدان. تو چه خیلی معامله کردی با هم خیلی معامله میشود. احسان و نیکی کردی در حق پدر و مادر، چی در وقت زنده بودن چی بعدی وفات شو، حتما ای فرزندم را میبینی. خدا کنه که همین فرزندای مسلمان همین درک کنن بفهمن. این همین نماز میخونه مخی سبحان الله، این نماز هم برای زنده منفعت داره، هم برای همون میت گذشته ها، خاصتا برای پدر و مادر. مجموعاً از برای تمام مسلمان ها همین نماز ما و شما فایده و منفعت داره. همون مقصد بسیار زاینتریزوانی بگیم چی بگیم، بسیار حواسمندن که همین مردم مسلمان نماز بخونن. در خدای اخیر دعا میکنی الله مغفر لی ولی والدی، خدایا مغفرت کن مرا، مغفرت کن پدر و مادر مرا، ولی جمیع مغفرت کن مرا، مغفرت کن پدر و مادر مرا، ولی جمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، تمام مردها و زنهای مؤمن و مسلمان. همین دعا در حق همش میره وکو. ولی بعضا ما فکر میگیریم یکی اگر همه مسلمان ها را کش کنم شاید ثوابش با پدرم کمتر بره. ما با ارشینای خود بچین میکنیم. ما را یک کس اگر 10 سوم داد بگه 10 کس دا تقسیم کن، مجبوره از سومی تقسیم کنیم. این فکر نمیکنیم که این ارشین و این ازمیرینیو این میریله ها برای پروردگار هیچ اعتباری ندارن. او 10 سوم خداوند در 100,000 کس میلیونی میته، عدد نداره، حساب نداره. و پروردگار قدیره که به همه کار قدرتش میرسه، همون ختم به همه به یگان کم و کس میبرن میرسونه. در حق دیگر رو دعا کردی، در حق کرم دعا میکنن. سبحان پروردگار رحمت مغفرت کنه، در بحر جنت مستقرش بده. انشالله فرزند خوب وقتی پدر داره حکم زنده را داره. یکی همین نشانهایی که عمل منقطع نمیشه و همین فرزند صالح. فرزند صالح که داشته باشیم با یقین انشالله هر دعای میکنن نماز میخونه اجر پاداش مثل آدم زنده که میگیری برای عمل قطع نمیشه. خداوند حفظت کنه.